کلید بعدی که خیلی کلید مهمی هم هست، موقعی که میخوای تلسکوپیات رو تنظیم کنی یا تلسکوپیات رو میخوای تعمیر کنی یا پی امش رو انجام بدی، گریسکاریش رو انجام بدی و میخوای دو تا تلسکوپی همزمان تو شرایط مختلف جابجا بشه، میای منوی تعمیرات رو باز میکنی، علامت صفر رو میزنی، منوی تعمیرات که باز شد میای توی قسمت پایین قسمت تعمیرات رو انتخاب میکنید. تعمیرات انتخاب کردی اینتر رو میزنی. اینتر رو که زدی دو تا منو میاد، یکی در حالت تعمیر یکی در حالت تعمیر نیست. وقتی در حالت تعمیر انتخاب کنی اینتر بزنی، نگاه کن توناژ فول به حساب وزن قلاب، ماکسیمم ظرفیت، همه اینا صفر میشه، شعاع بارورده صفر میشه، فقط طول دکل رو به شما میده. شما میتونید با این سیستم بیای اون دکلایی که نیاز داری رو، تلسکوپی که نیاز داری رو وارد مدار کنی. خب بوق ممتد هم داره میده وقتی که شما چون داری از اطلاعات دیگه میاد. این فقط در بحث تعمیرات استفاده کنید، به هیچ وجه در زمان باربرداری این سیستم رو فعال نکنید. چرا وقتی این سیستم فعال میکنید؟ یعنی که تمام اطلاعاتی که ECU میخواد داشته باشه، اطلاعات کامپیوتر که میخواد داشته باشه که بتونه ظرفیت باربرداری شما مشخص کنه، همه اینا در کل دیگه نیست. احتمال بروز حادثه خیلی بالای در شرایط. به هیچ وقت از این کار انجام ندید. فقط در بحث سرویس پی ام گریسکاری تلسکوپی ها استفاده کنیم و بخش تعمیرات تلسکوپی استفاده میشه. به هیچ وجه برای بارگیری استفاده نکنید که باعث بروز حادثه میشه، باعث بروز حتی چپ کردن واژگونه، همه اینا داره. برای این کارم دوباره برمیگردیم، منو رو انتخاب میکنیم، میره قسمت تعمیرات رو انتخاب میکنیم، اینتر رو که زدی دوباره قسمت لغو تعمیرات رو میزنی، لغو تعمیرات رو که زدی اینتر که کنی دوباره برمیگرده به حالت اولیه خودش.